یک فارم جور کردیم در اینجا، یک فارم مالداری شیرش. چطور است مزهش؟ از شیر بز و گاو یا کده فرق داره؟ ها؟ ما اینجا یک فارم جور کردیم، فارم اسب و خر و ترا. این شیر خر است. شیر خر. او بیادر چرا؟ تو شیر انسان هستی؟ حیوان هستی؟ چی هستی؟ حالا شیر خر است چی گپ است حالا دایی؟ ما انسان هستیم، شیر ما کلمه میخونیم. تو شیر خر است ما میخوریم، شیر اسب میخوریم. حالا بیادر شیر است، حالا شیر خو شیر است، شیر هر چیز که باشه این چی گپ است؟ ما فارم جور تو کردیم. انسان هستی، تو کلمه میخونی. حالا کلمه میخوانم. سعی که تو سر ما سودا تو میخوری. شیر در روی من زدی. رو بدر خودش میگه حالا مزه حالا شیر خر کدام حالا مزهش از فرق میکنه. فرق میکرد. چه رقم فرق میکرد؟ شیرین است یا شیرین شو؟ بوده. خب شیر هنوز خوب هستن از اسب بدر آوردی شیر تو. گاو شیرین نمیباش. تو خدا نی شیر چی از سر ما خوراندی؟ ما اوجا فارم خر گاو غلط شده، ما شیر خر تست میکردم سر دگاه دونه بر تو اسب رسید هنوز خوبه. برو بدر کم تک پشته بیلیم ناقی دی منطقه تو بالا نگر. برو حرکت کو دیگه. و بیادر ما همین منطقه آمدیم که یک فارم کرده جور دی کردیم. منطقه. دیر محمد هم میشناسی؟ نه ما دین محمد نمیشناسم. برو دیگه نه. دیگه سر کس نخورونی دیگه که کات زی پشته بیلدم. چرا نخورم؟ وی جای لغتت میکنم فقط کار. کلان آدم هستی؟ حالا خیفار با خیمامی شیر چه رقم دست کنه؟ فارم گاو جور کو تو فارم اسب خر جور کردی شیرش سر مردم میخوره. حالا خوردی خراب بود. چیز شده تا؟ مزهش رقم بیخی بد مزه بود. چی میگی تو؟ عجب گپ